اسفندیار منفردزاده، زاده 24 اسفند 1319 در تهران، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده ایرانی است. منفردزاده در سال 1319 در کوچه دردار، خیابان ری تهران به دنیا آمد. از سال 1335 آهنگسازی را در رادیوی ایران آغاز کرد و تا 8 سال بعد ادامه داد. قبل از آن مدت کوتاهی در رادیوی نیروهوایی و تئاترهای لاله‌زار عود می‌زد. او همزمان با تنظیم اپرای تخت جمشید 1346 و فتح بابل 1347، آهنگ فیلم‌های هنگامه 1347 و جهنم سفید 1347 هر دو به کارگردانی ساموئل خاچکیان را ساخت. آهنگ 2 ترانه برای صدای کور سرهنگزاده در فیلم حسن کچل علی حاتمی 1349 نیز از ساخته‌های اوست. دوران همکاری وی با مسعود کیمیایی و امیر نادری و بهرام بیضایی درخشان‌ترین دوران کاری وی به عنوان سازنده موسیقی فیلم است. او در این دوران آهنگسازی فیلم‌هایی چون عمو سیبیلو، گزن‌ها، تنگنا، داش آکل، خداحافظ رفیق، رضا موتوری و قیصر را به عهده داشت که مشهورترین اثرش موسیقی فیلم قیصر می باشد. چون موسیقی متن فیلم در ایران من اولین بار ننوشتم، حنانه نوشت، ولی ترانه به عنوان موسیقی، یعنی شعر و موسیقی و آواز بدونی که بازیگر صحنه فیلم اون رو لب بزنه یا بخونه، این اولین بار برای فیلم رضا موتوری و ترانه مرد تنها بود. مهمه که بیننده این برنامه بدونه که فرهاد با تجربه ناموفقی که داشت برای خوندن فارسی شده آهنگ‌های مای فیر لیدی، بانوی زیبای من ترجمه شده بود. اتفاقا دوست عزیزم زنده یاد تورج نگهبان ترانه ها رو، اشعار اون ترانه ها رو ترجمه کرده بود و موسیقیش هم ایرانی نبود. چون کوچینی میخوند، مسلط به خوندن آهنگ غیر ایرانی میشناختنش، آهنگ غیر ایرانی رو فارسی کرده بودن. اگه یه جو شانس داشتیم فرهاد وادار که نه، خواسته بودن بخونه و فرهاد تو رو درویسی خونده بود دیگه، قسم خورده بود که فارسی نخونه. فکر کنید در این حالت من بدونی که خبر داشته باشم این ناراحت از این خونده‌ای که کرده، کاری کرده، سراغش رفتم که برای رضا موتوری بخونه. بایدم بخونه، اصلا کس دیگه تو ذهن من دیگه یه فکری آدم میکنه برای خلق یه کار، ابزارش رو وقتی میچینه و میبینه خیلی سخته به هم بریزیش به هر دلیل. خیلی طول کشید تا راضی شد فرهاد. تعهد کردم من براش که به شرطی من اینو پخش خواهم، اینو فیلم خواهم گذاشت که تو بعد از خوندنت راضی باشی، بیا بخون، اگه ناراضی بودی من پاکش میکنم. هی هم میگفت چرا من این همه خواننده است. گفتم خب من فکر کنم که این به درد هیچ صدای دیگه نمیخوره و فکرایی که من کردم صدای تو رو میخوام. ضبط کردیم. وقتی ضبط تموم شد گفتم که لایو هم اون موقع ارکستر میزد، زنده همزمان فرهاد خوند. اینم از توانایی‌های ویژه فرهاد بود. خیلی مشکل بود، هر کس، هیچ خواننده اینجور تا اون موقع ضبط نکرده بود. زنده با ارکستر لایو وایساد خوند. وقتی تموم شد گفتم که یه کپی میگیرم برات که ببری خونه و گوش بدی و به من نظرت بگی، اگه موافق بودی بذارم. همونجا گفت نه نمیخواد، اوکی، یعنی رضایت داد همون.
چشمای محروم با پاهای خسته یه مربوط یه من شب با تابوت سیاه نشست توی چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایشم نمیمون هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عکس چشمه نرسید تا ببینه تار میپره. شعر تنگنارم باز فرهاد شیبانی، رفیق عزیز من، هر جا هست تندرست و خوش باشه، امیدوارم دلشاد باشه. من دیدم عجب زیباست برای کاری که دارم در پیش. البته داشت فیلم برداری میشد هنوز، فیلم تنگنار که سعید راد بازی کرد و امیر نادری دومین کارش بود میساخت بعد از اعتباری که از خدا حافظ رفیق گرفته بود. میگه دیگه دل با کسی نیست، دیگه خار و خسی نیست، گل بار مثبت داره، گل و برگ، خار و خس. که خس و خاشاک که آقای احمدی نژاد گفت قصدش اهانت بود دیگه. فرهاد شیبانی میگه چرا خار و خس نیست که خاری بشه به چشم این ماجرایی که دوست نداره. و خب خیلی لطیفه، این یه اعتراض شاعرانه لطیفه دیگه. دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد راسی نیست، آسمون ابری شده، دیگه خار و خاصی نیست. این فیلم ویژگی هایی داره، لحظاتی داره که آدم باید زندگی کرده باشه تا تکون بده آدمو. یکی از اون زندگی ها زندگی شب به صبح رسوندن تا تو صبح شب نخوابیده رو دیدن. من اون فیلم خیلی دوست دارم و با اقبال روبرو شد و اونم از ترانه‌های به یاد ماندنی است، با صدای فریدون فروغی و با اقبال نسل‌های بعدم روبرو شد، برای که توش باز اون حس اعتراض به ناهنجاری رابطه برقرار کرد با نسل‌های بعد از خودش. بارون از ابر سبک‌تر میپره، هر کسی سر به سوی خودش داره، مثل لاک پشت تو خودم قایم شدم، دیگه هیچ کس دلمو
من برای اینکه جمعه رو واقعا بخوام که این شعر ساخته بشه برای اون اتفاق سیاهکل بود که اول با احمد رضا احمدی که دوست بچگی و قدیم با اون در میون گذاشتم. گفتم داستان اینه، من اصل جمعه غم ویژه‌ای داره که من دلم میخواد این یه جوری بازگو بشه. خیلی فرق داره برای من با روزهای دیگه. یه 2-3 روز گذشت گفت کار من نیست، چرا شهریار تازه برای رضا مطیعی گفته بود چرا با شهریار مطرح نمی‌کنی؟ گفتم فکر کردم با تو در میون بذارم، شاید تجربه دیگه‌ای باشه. خب نشد، یه مود گفتن این فکر رو نداشت. و بعد دیدم که خیلیا با این حس اصل جمعه همین رابطه رو برقرار کردن و میشناختنش. اتفاقا یکی از دلایل اگر موفقیت اسمش بزنیم یا همه‌گیر شدن این کار همون حس مشترک اصل جمعه بود که جریمه های ننوشته، مشق ننوشته، درس حاضر نکرده، فردا مدرسه تحویل باید بدی، امتحان هم داشتی دیگه، واویلا بازی پنجشنبه و جمعه تعطیل تموم شده، مهمونی گفتم از خونه باید بره مهمون اگه اومده، اگه مهمونی باید برگردی خونه. خیلی غم انگیز بود برای نوجوانی که اصل جمعه اومد. عمر جمعه به 1000 سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، لبای بسته فریاد میکنه. و اینو وقتی برای شهریار گفتم جمعه بود اتفاقا و همون اصل جمعه اومد، شب شد و جمعه شب ترانه جمعه تموم شد. یعنی همزمان موسیقیش هم یعنی ملودیشو تا اونجا تموم شد و ساخته شد و مون تا اینکه برای فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری پیشکش شهریار رو من بود به فیلم خوب خداحافظ رفیق، اولین ساخته امیر نادری. توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عذاب، تو چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. نفسم در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، کاش میبستم چشامو این ازم بر نمیاد، داره از ابر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه. عمر جمعه به 1000 سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، با لبای بسته داره از ابر
سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.